عزیزان اینجا مزار سلطان خواجه چشمه است. ببینید یک سنگ آسیا آبی زلال بیرون میآید و به سمت دریای نظری و فرغانچه هم جاری شده به آن همراه می شود. آن آبی اندک تیره میبینید آبی دریاست و این آبی بسیار زلال به آن همراه می شود. اینجا چنانه 3 نفر جوان استراحت دارند، کباب تیار میکنند. اما این ببینید آب چی خیلی با نغمه به خود خاص جاری است. این لوله پلاستیکی است که از آب چشمه غذا گرفته آب رو به سمت دیگری دریا میبرد. آنجا به نظرم زمین مردم، مزرعه مردم می دهی بالا وجود دارد که آنجا را شاداب می‌گرداند. حالا درباره تاریخ این مزار از شاعر غنی‌زاده پرسان می‌شوم. اینجا شوکت جان صورت دارم، عادلی جان، شاعر غنی‌زاده آب نوشیده ایستادم. آب از همین تنگنا بیرون میاد، از همین غار یا از همین شکافی بیرون میاد. آب بسیار زلال است. آب بسیار هم صاف و دندانزن، خیلی سرد.